امروز 12 مای است و من شعله گلخوجه تازه‌ترین خبرگزاری‌ها را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی معرفی میکنم. در برنامه این موضوع‌ها را داریم. والدان یکی از محکوم شده‌ها در قضیه کشتار پرسر و صدا در شهر ترسونزاده برای بازبینی حکم فرزندشان به دادگاه نظارتی شکایت بردند. دانشمندا گفتند این خانم به اومده التماس کردند که دیگه جلبه نکنین، $12,000 پول میتیم گفته. یکی از دادگاه‌های ولایت ختلان 12 مرد توجیک را برای مرزشکنی جریمه بسته است. و بعد 60 سال جدایی با کمک شبکه‌های اجتماعی سلطانه نزدیکانش را در پاکستان پیدا کرد. وقتی من با مراجعتنامه آشنا شدم، آن توجهم را جلب کرد. آنجا نام برادران، پدر و دهه‌اشان ذکر شده بود. من تحقیق خود را شروع کردم. والدان یکی از محکوم شده‌ها در قضیه کشتار پرسر و صدا در شهر ترسونزاده برای بازبینی حکم فرزندشان به دادگاه نظارتی شکایت بردند. یک ماه قبل رحیم جان کاملوف برای شریکی در قتل نوزیمه اسام‌الدینوای 15 ساله به 20 سال زندان حکم شد. ولی پدر و مادر این محکوم شده ادعا دارند که پسرشان ناآگاهانه به این جنایت همراه شده است. درباره گردش نوی این قضیه میرزا نبی خالقزاد تفصیلات دارد. نزدیکان رحیم جان کاملوف که در کشتار ناظمه 15 ساله همراه با عبدالقاسم نورمتوف دست داشته است میگن که فرزند آنها فریب خورده است و عمدن به این عمل وحشانه جلب کرده شده است. آنها میگویند که حتی نزدیکان عبدالقاسم نورمتوف به آنها $12,000 پیشنهاد کردند که در جریان تفتیشات تا انجام تفتیشات آنها صدا بلند نکنند و هیچ گونه از خود واکنش نشان ندهند. دانشمندا گفتند این خانم به اومده التماس کردند که دیگه جلبه نکنین، $12,000 پول میتیم گفته. کی گفت به شما همین که پول؟ پدر نورمتوف. نه یک سوم دادگی مانه. نه من 2 بار حاجی دروغ نمیگویم. بچگانم هم آمدگیش نه، یگان تا بچه ما آمدگیش نه، یک من آمدم. دادگاه عالی تاجیکستان روز 28 اپریل سال روان شریک او رحیم جان کاملوف را برای 20 سال از آزادی محروم کرد. عبدالقاسم نورمتوف و رحیم جان کاملوف دو همسن و ساکنان ناحیه ترسونزاده بر اساس ماده 104 کادکس جنایی یعنی کشتار گناهکار دانسته شدند. به سوال اینکه چرا به متهم اصلی 10 و به شریکش 20 سال زندان تعیین شد، مقامات گفتند که عبدالقاسم نورمتوف در روز کشتار هنوز نابالغ بوده است. قبلا عیبدار کننده دولت از دادگاه عالی برای عبدالقاسم نورمتوف 10 سال زندان ولی برای شریک وی رحیم جان کاملوف 22 سال حکم زندان طلب کرده بود. دادگاه این چنین میرزا مودین میرزا رحیموف مدیر اینک سابق شعبه تشخیص طبی و سودی ناحیه ترسونزاده را برای پیشنهاد تشخیص بر دروغ شرطاً برای 2 سال از آزادی محروم کرد. جسد ناظمه اسام‌الدینووا روز 4 فوریه امسال در یکی از میدانهای کشت ناحیه ترسونزاده با 15 زخمی کارد آشکار شده است. خانواده‌اش میگویند آن بیگاه دختر در خانه پدر بزرگش بوده و عبدالقاسم نورمتوف و همراهش وی را با هدف گفتگو به بیرون بردند. به قبل والدان این دختر نابالغ در اول تشخیص طبی جنایی علت مرگ او را خودکشی اعلام کرد. میرزا نبی خالقزاد، فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه. برنامه را ادامه میدیم. یکی از دادگاه‌های ولایت ختلان اخیراً 2 ساکن این منطقه را برای مرزشکنی جریمه بست. این نفران در منطقه مرزی تاجیکستان و ازبکستان بدون اجازت به نگاهبینی چوروا مشغول بودند و با این عملشان رجای مرزی دولتی را ویران کردند. آرزوی کریم موضوع را ادامه میدهد. دادگاه ناحیه ناصر خسرو در 230 کیلومتری جنوبی دوشنبه 2 مرد ظفر گلمیرزایوی 41 ساله و رینت علیوی 29 ساله را جریمه کرده است. این 2 مرد بر اساس ماده 498 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری یعنی ویران نمودن رجای سرحدی دولتی با پرداخت جریمه هر کدام به مقدار 1500 سومانی جریمه شدند. در این باره از دادگاه ناحیه ناصر خسرو به رادیو آزادی خبر دادند گفتند که این 2 ساکن ناحیه ناصر خسرو که در جماعت نوروز زندگی می‌کردند از ناآگاهی مرز تاجیکستان را همراه چاروای خود گوسفندهای خود عبور کردند. طبق اطلاع رسمی از حکومت ناحیه ناصر خسرو سال 2015 نیز چند حالت غیر قانونی عبور کردن 10 مردها ثبت شده است که آنها نیز جریمه شدند. گزارش مفصل در این باره در سامانه ما www.azadi.tj و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است.
رو میاریم به موضوعهای جهانی. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تاکید میکند که در دوره انتخابات پرزیدنتی سال گذشته هیچ سازش پنهانی بین او و حکومت روسیه جای نداشت. روز پنجشنبه بعد برکنار نمودن جیمز کومی از مقام رهبری اداره فدرالی تفتیشات آمریکا، پرزیدنت ترامپ با شبکه تلویزیونی NBC هم صحبت شد. من تصمیم داشتم که کامی را برکنار کنم. زمانی به این تصمیم رسیدم به خود گفتم این قصه های ترامپ و روسیه صحنه سازی هستند. این قصه ها را دموکرات ها برای سفید نمودن ناکامیشان در انتخابات پرزیدنتی اختراع کردند. اداره فدرالی تفتیشات ایالات متحده آمریکا زیر رهبری کومی پرونده جنایی دخالت احتمالی روسیه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا در سال 2016 را پیش می برد. در ادامه موضوع آمریکا، دیروز حکومت این کشور در مراسم پرشکوه با یکی از قسم‌های نظامی در شهر دوشنبه لوازمات فنی را تقدیم کرد. سفیر آمریکا در رسم تقدیم این تجهیزات همکاری دو کشور را در حفظ مرزها مهم خواند. رهبریت سفارت آمریکا در دوشنبه به نیروهای مرزبانی تاجیکستان با مبلغ 6 میلیون دلار آمریکایی کمک تقدیم کرد. این کمک ها از 15 عدد ماشین، تجهیزات علاقه و کامراهای گرمایدهی عبارت است. الیزابت میلارد سفیر آمریکا در تاجیکستان تاکید کرد که این کمک ها در امر مبارزه ضد قاچاقچیان مواد مخدر در مرزهای تاجیکستان خیلی کمک خواهد کرد. هر یک نفر می‌داند که تأثیر مواد مخدر به همه کشورها فوق‌العاده خطرناک است. مواد مخدر باعث به هم زدن اقتصاد، صحتی و نظام معارف می شود. مواد مخدر مرتبط با تروریسم می تواند تمام منطقه را بی‌ثبات کند. با همین سبب هم آمریکا باور دارد که تلاش‌های ضد تروریستی قوی در تاجیکستان می تواند امنیت آسیای مرکزی را تأمین کند. به نمایندگی از حکومت تاجیکستان در این مراسم رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف و حکومت آمریکا برای تقدیم به گفته‌اش تحفه حقیقی و سری وقتی به سرحدبانان تاجیکستان تشکر کرد و تاکید کرد که کمک‌های آمریکا در مرحله به گفته او حساس امروزه اهمیت خاص پیدا می‌کند. ما شاهد آن هستیم که حکومت ایالات متحده آمریکا در ساختن دیدبانگاه‌های سرحدی، در مستحکم کردن ازیت متریالی تکنیکی، مستحکم کردن قشون‌های سرحدی کمکی زیاد میکنند و البته این گونه کمک نه تنها برای جمهوری ما، برای ملت ما، برای دولت ما، بلکه برای منطقه خیلی مهم باشد. آمریکا تاکید میکند که در دوام 25 سال همکاری های دو کشور بعد کسب استقلالیت تاجیکستان، آمریکا به این کشور در حجم عمومی 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است که از معارف تا کشاورزی و تامین امنیت را در بر میگیرد. رشد شبکه‌های اجتماعی برای به هم آوردن آنهایی که سالهای زیاد با یکدیگر رابطه نداشتند کمک میکند. یک زنی که در خردسالی از بیم ازدواج مجبوری از منزلشان فرار کرده بود، بعد چند سال با مساعدت کاربران شبکه‌های اجتماعی به دیدار نزدیکانش رسید. این واقعه چگونه صورت گرفت در گزارش نوبت قصه می شود. سلطانه بعد 60 سال اولین بار در مرز هندوستان و پاکستان به دیدار برادرش رسید. سهمگزاری اصلی این دیداربینی کاربران شبکه‌های اجتماعی بودند. سلطانه در 12 سالگی از همین دهه شمال پاکستان بینام و نشان شد. عائله‌اش و خودش هم نمی‌خواهد درباره چون و چرای این حادثه صحبت کند. سلطانه بعد 10 سالهای زندگی در هندوستان به زادگاهش برگشت. رسانه‌های محلی نوشتند که او را در خردسالی می‌خواستند اجباراً به شوهر دهند، ولی او بینام و نشان شد. بسیار همدیهگانش فکر می‌کردند که او مرده است. اما این زن این همه سال در منطقه کشمیر تحت نظارت هندوستان زندگی می‌کرد. او چندین فرزند و نبیره‌ها دارد. شوهرش سالهای 80 درگذشت. یکی از پسرانش دلتنگی مادر را دید و خواست آرزوهای او را برآورده سازد. دائما می‌دیدم که گذشته را یاد می‌کند. من با هدف کمک به او سوال می‌دادم ولی خاموش بود.
پسر سلطانه متن و مراجعتش را در یکی از گروه‌های کاربران شبکه اجتماعی در زادگاه مادرش پاکستان جای داد. کاربران محلی پیام را دیدند و با او در ارتباط شدند. وقتی من با مراجعتنامه آشنا شدم، آن توجهم را جلب کرد. آنجا نام برادران، پدر و دهه‌اشان ذکر شده بود. من تحقیق خود را شروع کردم. بعد مدت سلطانه نزدیکانش را پیدا کرد و حتی با آنها صحبتی ویدیویی انجام داد. سپس به او ویزای 2 ماهه دادند. سلطانه مدت را در کنار خویش و اقربا در پاکستان سپری می کند و بعداً به هندوستان به کنار خانواده خودش برمیگردد. бармегардем ба тоҷикистон. рӯзи ҷумъа ҳангоми ифтитоҳи мактаби нав дар шаҳри данғара президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон тарбия ва назорати наврасону ҷавононро дар навбати аввал масъулияти омӯзгорон ва волидон номид. ишора ба масъулияти мактабу оила дар ҳолест ки бино ба омори расмӣ дар солҳои ахир беш аз 1400 шаҳрванди тоҷикистон ба гурӯҳҳои даҳшатафкани хориҷӣ шомил шуданд. аммо саҳнаи сиёсиву иқтисодӣ барои ҷавонони тоҷик то куҷо боз аст? посухи ин суолро ҳамкорони мо ҷустуҷӯ карданд. که سمت کارهای علمی تحقیقاتی و کارهای سیاسی دوای کردم. عبدالله رحمانزاده از حوزه یگانه عمومی جمهوریوی به مجلس نمایندگان نامزد است. وارد شدن اسم او بر روی خط نامزدهای حزب برای وکیلی از نظرش بیانگر وجود فضای مساعد در حزب برای تربیت جوانان است. کاربری یا که بدون پیشبرد سیاست درست در سمت کار با جوانان، من فکر نمیکنم که یگان حزب با یک مرتبه و منزلت مشخص در جامعه صاحب گردد. حزب خلق دموکراتی که از 7 حزب فعال تاجیکستان است. رئیس آن را پرزیدنت امامعلی رحمان بر عهده دارد. این حزب 13 دکبر سال 1994 تأسیس یافته تا حال در عرصه سیاسی تاجیکستان مؤثر است. اعضای حکومت تاجیکستان اکثر از نمایندگان آن انتخاب می شوند. برای عمرجان صابریان نماینده جوان حزب کمونیست تاجیکستان در قیاس با عبدالله رحمانزاده افق سیاسی برنگ دیگر می نماید. حزب کمونیست که سابقه بیش از 90 ساله در تربیت کادرهای جوان دارد تا جای مثل احزاب سیاسی دیگر تاجیکستان برای جلب جوانان دست کوتاه است. میخوام که یک سیلیات جوانان کشویم، یک کارهای علمی نظریوی در این سمت انجام دهیم و توانیم که جوانان را بیشتر به حزب‌های سیاسی جلب نماییم. با وجود داشتن هدف‌های سیاسی مشخص، بعضی جوانان افضل می‌دانند در چهارچوب حزب‌های سیاسی نباشند، چون که برنامه‌های احزاب موجوده تکرار یکدیگرند. راست گپ خود را در سیاست امروزه من دیده نمی‌توانم. در مقامات دولتی افسوس که دیده نمی‌توانم. و از این جهت اعضا که بین آن حزب هم نیست برای من یک معنی معین ندارد. حالا در عموم در تاجیکستان محفل‌های سیاسی دائمی انگشت شمارند. اتفاق جوانان تاجیکستان گاه جمع‌آمدهای سیاسی برگزار می‌کند که از سازندگان وطن کم فرق می‌کند. جای محفل‌های دیگراندیشان هنوز در فضای سیاسی خالی است. سال 2010 مجلس نمایندگان در همکاری با کمیته جوانان پارلمان جوانان را تأسیس دادند. مقصد داشتند جوانان را در عرصه سیاست تربیت کنند. یک مدت صدای جوانان این گروه بلند بود ولی حالا فعال نیستند. این پارلمان رمزی از طرف سازمان جمعیتی ما و جامعه شهروندی مبلغ گذاری میشد و با قطع پول امدادی پارلمان جوانان از فعالیت ماند. کارشناسان میگویند وضع اجتماعی و کم فعالیتی احزاب سیاسی باعث کم توجهی جوانان به سیاست گردیده است. در آینده این عامل برای شکل گرفتن جامعه آزاد و دموکراتی در تاجیکستان مانع ایجاد میکند. اینجا با شما خداحافظی میکنیم. تشکر برای همراهی. استراحت خوب و خدا نگهدار.